ندای الله سبحانه و تعالی برای انسانیت. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. يا أيها الذين آمنوا لا تقولوا راعنا وقولوا انظرنا واسمعوا وللكافرين عذاب أليم. ای کسانی که ایمان آورده اید، نگوید راعنا، بگوید انظرنا و گوش اندازید که برای کافران عذاب دردناک است. سوره بقره آیه 104. وقتی که صحابگان بر پیامبر صلی الله علیه و سلم مراجعت می کردند، کلمه راعنا را استفاده می بردند که بر ما شفقت کن معنی داد می شد. اما این را شنیده یهودیان نیز به حضور پیامبر صلی الله علیه و سلم آمده با تمسخر کلمه راعنا را که در بین خودشان به معنی ابله یعنی نادان معنی داد می شد استفاده بردند. از این رو الله مؤمنان را از گفتن کلمه راعنا منع کرد، به گفتن کلمه انظرنا امر کرد و بر کافران عذاب دردناک وعده نمود. راهنمایی های این آیه کریمه: احترام پیامبر صلی الله علیه و سلم در وقت سخن کردن و یا ذکر کردن نامش. رسول الله صلی الله علیه و سلم را با بهترین نامها و صفتهایش ذکر کردن. دوری کردن مؤمنان از کلمه های بد و قبیح و یا از استفاده بردن کلمه هایی که معناهای بد و خوب را در بر می گیرند.